بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، امید که جور و صحتمند باشید. به سومین درس ما از گیگابایت کامپیوتر ترنینگ اسکول خوش آمدید. دوستان امروز درس ما هست روی دکمه ریستارت. که ریستارت چی هست؟ ریستارت کردن یا بار و اندازی مجدد ویندوز 10 تمام برنامه ها بسته میشه، ویندوز خاموش شده و دوباره روشن می بشه. گاهی باعث سرعت بخشیدن به دستگاه شما هم میشه که وقتی شما ریستارت میکنین، اگر ویندوز شما یک کم سلو شده باشه یا کدام مشکل پیدا کرده باشه، با ریستارت کردن کامپیوتر شما یک کمی سرعتش زیادتر میشه. علتش چی هست؟ که در صورتی که رم کامپیوتر شما کم باشه، شما چندین کار عمل سرش اجرا کنین و رم حافظش پر میشه. با ریستارت کردن امو حافظه رم خالی میشه. بنابراین به این علتش همی است که رم خالی میشه و کامپیوتر سرعتش پس به حالت نرمال و یا بهتر استفاده میشه. خب ما چند روش داریم به خاطر ریستارت کردن کامپیوتر. اول بالای دکمه استارت کلیک میکنیم، بعدا پاور و بعدا کلید ریستارت. بعد ریستارت کردن کامپیوتر خاموش شده، پس دوباره روشن میشه. ببینید کامپیوتر ما خاموش شد و دوباره اتومات بدون از اینکه ما پاور بتن پرس کنیم کامپیوتر دوباره روشن شد. خب دوستان، روش دیگه ترکیب کیبورد ها است که از Alt و F4 استفاده میکنیم. با کلیک کردن کلید Alt و F فانکشن که دیروز هم به شما گفتم که در کیبورد کامپیوترهای شما اینجا به F فانکشنات که 1 2 3 4 و F4 را بزنین. بعد از اینکه کلید F4 را زدین کامپیوتر شما به این شکل یک باکس اوپن میشه. شما ریستارت انتخاب کرده اوکی کنین. اگر من اینجا حالی کلید Alt F4 را بزنم کامپیوتر من ریستارت میشه و من نمیتونم ریکارد کنم، مستقیم از ورچوال هم میبرایم. و شما کلید Alt F4 را بزنین این باکس باز میشه، ریستارت انتخاب کنین، بعدا اوکی کنین. کامپیوتر شما خاموش شده و دوباره روشن میگردد. دوستان روش دیگرش هم است که دیروز مثل گفتیم که کنترل آلت و دیلیت است که کامپیوتر ما را شت داون میکنه. ولی وجود دیدین که آپشن بعد از اینکه کنترل آلت و دیلیت زدیم اینجا بالای پاور آپشن رفته سه آپشن گفتیم با شما بود میکنه که اگر شت داون میکردیم شت داون و اگر ریستارت میکردیم بالای ریستارت کلیک میکردیم. دیروز ما شما شت داونش خواندیم، امروز ریستارت هم است. کنترل آلت و دیلیت همزمان بزنین. شما مین دی مینو دی بخش آمدین، فقط بیاین سر پاور بتن و اینجا کلید ریستارت بزنین، کامپیوتر شما ریستارت میشه. و طریق دیگهش که از دوستان میرین بالای استارت مینو یا کلید ویندوز هم میزنین، بعد از آر ویندوز آر را بزنین باکس ویندوز بر شما باز میشه. شما این کامند را تایپ میکنین شت داون فاصله آر. بعد از اینکه شت داون فاصله آر را زدین کامپیوتر ما بعد از 1 دقیقه اتومات ریستارت میشه. چیزی کم 1 دقیقه رو در بر میگیره کامپیوتر اتومات ریستارت میشه. و این کامند یادتان نره که شت داون فاصله آر است. ببینید چند لحظه بعد کامپیوتر خاموش میشه، ریستارت میشه. ببینید دوستان کامپیوتر اتومات بعد از چند لحظه که ویندوز شت داون فاصله آر را زدیم ریستارت شد. و این کامند های و یا این شارتکت های ریستارت کردن ویندوز. شما هر آن طریقه که براتون آسان است و خوبتر یاد میگیرین در حافظه تان میشینه همون آپشن استفاده کنین به خاطر سهولت کارتان. ما چندین روش بر شما یاد میتیم، هر آن راهی که به شما آسان است و خوبتر یاد میگیرین از اون استفاده کنین، به خاطر که تبار شما یک راه ریستارت مین ولی را برین از استارت مینو و آپشن ریستارت کنین و یا شات داون کنین. شما باید شارتکت هایش هم طریقه استفاده شارتکت ریستارت کردن و خاموش کردن و روشن کردن کامپیوتر را یاد داشته باشید. حالا دوستان میایم در یک بخش دیگه درس ما که آپشن
سلیپ هست. در مینوی استارت میریم پاور بنام سلیپ هست. سلیپ چی میکنه؟ وظیفه سلیپ چی هست؟ در حالت سلیپ کامپیوتر ما صرفه‌جویی انرژی است که شیوه توقف، مثلا یک فیلم پاوز میکنین میرین یک کار میکنین، یک کار داشتنی باشین کارتون اجرا میکنین پس این فیلم نمیگذاره. عینا مثل مو شکل وارد داره. کامپیوترتان سلیپ در حالت سلیپ مود میذارین که تمام کارهای روزگار بر چند لحظه متوقف میشه. هرچی سند و داکومنت که دارین روی حافظه رام سیو میشه و کامپیوتر بسیار از برق کم استفاده میکنه و این با خاطر صرفه‌جویی برق است که وقتی شما سلیپ بزنید کامپیوتر مانیتور خاموش میشه، بعض هارد خود کامپیوتر خاموش میشه ولی کامپیوتر مکمل خاموش نمیشه. فایلایی که باز کردیم سعی کنین، من مثلا این فایل اوپن میکنم، این فایل اوپن میکنم اینجا میمانم، مثلا این فولدر اوپن میکنم اینجا میمانم. ببینید این فایل های ما هست. ما فایل است که ضرورت داریم ولی ما میخوایم برای لحظه بریم کافی بگیریم یا برای لحظه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت از پشت کامپیوتر خود دور میریم. چون اگر ما یک کامپیوتر بانیم، کامپیوتر ما برق مصرفه. برق بسیار منبع انرژی است که خودتان میکنین بخصوص در افغانستان که بل چقدر قیمت روز به روز آمده رئیس. به خاطر از این فقط شما برین بالای استارت مینو پاور و سلیپ بزنید. ببینید کامپیوتر ما حالت خاموشی رو به خود میگیره مگم اما اسنادا و ما در ریم ما سیو میشه. به خاطر از اینکه ما پس وقتی که چند لحظه آمدیم کار خود شروع کردیم فقط با یا کلیک ماوس و یا کیبورد کامپیوتر ما دوباره بالا از حالت سلیپ دوباره به حالت نرمال خود آن میشه، استفاده میتونیم کرده باشه. ببین کامپیوتر دوباره وقتی که من ماوس و کیبورد زدم دوباره کامپیوتر از حالت سلیپ برآمد و پس دوباره روشن شد. ببینید تمام فایل ما با مو حالت که رها کردیم فایل ما اینجا است و فولدر را که گذاشته بودیم اینجا است. هیچ چیز ما کلوز نشد، همون فایل همون کامپیوتر ما با مو حالت که ما در سلیپ مود داده بودیم پس با مو حالت اول خود پس برگشت. خب از سلیپ چه وقت استفاده میشه؟ حالت سلیپ یا خواب زمان مفید یا قابل استفاده است که بخواید برای متوقف کردن کار برای یک دوره کوتاه استفاده کنید. کامپیوتر در حالت خواب از قدرت زیاد استفاده نمیکنه ولی برق زیاد مصرف نمیکنه ولی باز هم مصرف داره ولی نه به اندازه‌ای که ما مانیتور آن بانیم و کامپیوتر رو آن بانیم برای 100 ساعت و بریم خود ما کامپیوتر رها کنیم. پس خوبتر است که از سلیپ استفاده کنیم. یک بخش دیگه برنامه دیگه هم داریم در مینو ایزی که با نام هایبرنت یاد میشه که هایبرنت حالت استاندارد وقتی که میایم در پاور آپشن در وقت نو کامپیوتر ویندوز انستال کرده باشیم موجود نمی باشه. ببینید ریستارت است، شات داون است و سلیپ است. با خاطر که آپشن هایبرنت بیاریم یک سلسله کانفیگریشن ها و یا ستاپ های است که باید مرحله به مرحله ما بر شما یاد میتونه تعقیب کنید. خب به خاطر که آپشن هایبرنت به دیلست و علاوه شوه بالای استارت مینو کلیک میکنیم بعد یا استارت مینو و یا سرچ. ما به شما سرچ هم خواندیم مورد چی در اینجا کلیک کنیم ما بخوایم یک فایل پروگرام خود بپالیم و یا چی در سرچ نشته کنیم. میم در سرچ نشته میکنیم که کنترل پنل، کنترل نشته کنیم اتومات مکمل شما میبینید اینجا به شکل خاصی رنگ یعنی بر شما میاره و اینجا هم کنترل پنل ظاهر میشه. بالای کنترل پنل کلیک میکنیم. بعد از کنترل پنل اوپن شد میریم به سیستم اند سکیوریتی. بعد از سیستم اند سکیوریتی بخش پاور آپشن، بالای پاور آپشن کلیک میکنیم. بعد از پاور آپشن ما شما فکر دیروز هم خواندیم که choose what the power button does. وقتی که گفتیم پاور مینولی بتونیم که کلیک کنیم عیناً همون جایی که دیروز به خاطر پاور آپشن رفتیم که شات داون ازشان میکردیم این هم استفاده میکنیم. خب وقتی که تا اینجا را آمدیم ما شما در شات داون نمیریم چون میبینید این لیست هم برنامه شات داون کار نداریم. اینجا یک آپشن دیگه هست change settings that are currently unavailable. میگه تغییرات بریم در اون ستینگ ها و آپشن هایی که ظاهر نیست. کلیک میکنیم برای میبینید اینجا سلیپ و لاک هم اضافه است. خب بعد از اینکه بالای change settings
that are currently unavailable کلیک کردیم، میبینین اینجا آپشن هایبرنت در صورتی که مارک باشه مارکش میکنیم، میبینین آپشن های مثلا لاک سلیپ میتونیم رو هم پاس کنیم برشون. هایبرنت کلیک میکنیم و سیف چنج میذاریم. وقتی که ما بالای استارت بریم پاور بریم هایبرنت اینجا اضافه میشه. هایبرنت چی میکنه؟ وظیفه هایبرنت با هایبرنت کردن ویندوز یا کامپیوتر ما کاملا خاموش نمیشه و صرف مصرف برق ما رو کم میکنه که عینا مثل سلیپ واره هست، ولی در سلیپ برنامه ما روی رم سیو میشه، در حالی که در هایبرنت تمام اسناد ما در روی هارد دیسک سیو میشه، از رم میره انتقال میکنه به دیسک. در هایبرنت تمام اسنادا و پروگرام های ما در ریم سیو نمیشه، میره راستن در هارد دیسک سیو میشه که بعد از روشن کردن کامپیوتر دیتای ما از هارد دیسک پس به رم انتقال میکنه و از دوباره به دسترس ما قرار میگیره. عینا مثل استفاده سلیپ و هایبرنت یکی است، صرف فرقش به این است که در رم در سلیپ کامپیوتر بعضی از هاردورش آن میمانه، ولی در هایبرنت تمام هاردور شات داون میشه، دیتا و اسناد مثلا فولدرها یا که ما اوپن کردیم و فعلا در روی رم کار میکنه که پس میخوانیم که رم چی هست و اینا انتقال میکنه به هارد دیسک و کامپیوتر مکمل خاموش میشه، یعنی مکمل صرفه‌جویی برق میکنه. ولی بعضی وقتی که ما پس آمدیم کامپیوتر باید از پاور بتن بزنیم، پاور بتن زدیم کامپیوتر روشن میشه، منتها فایل و یا اما اسناد و داکومنتی که روی فولدر داشتیم به مو حالتی که ما گذاشتیم به مو حالت پس دوباره به ما ظاهر میگرده که شما میتونین باز استفاده برین. عینا کارکردش مثل سلیپ وارد، فقط میرین استارت بالای هایبرنت کلیک میکنین، بعد از یک سلسله طی مراحل سافتوری و کامپیوتر اتومات خاموش میشه مکمل با مانیتور هارد دیسک همش. وقتی دوباره پاور بتن روشن فقط استفاده ازی به خاطر ازید که شما ضرورت باز ندارین یک فایل را که اوپن کردین دمیجا ماندین، مثلا ضرورت دارین که صبح صبح یا 2-3 ساعت بعد بیاین اون فایل ضرورت دارین اوپن کنین، فقط بالاش هایبرنتش کنین، پس که آمدین اون فایل و یا اون پروگرامتون در اونمو حالتی که هست اونمو حالت دوباره پس برای شما باز میشه و از برق هم به صورت مکمل هم استفاده جویی میشه. که بعضی باز خصوصیات و چیزهایی هست که درباره مکمل ما دربارهش براتون در این پروگرام ورد اینجا بر شما تشریح کردیم که ببینیم با طی مراحل که تمام که چی کارا میکنه و تمام مشخصات و استفاده هایبرنت بر شما در این نوت که انشاءالله باز شریک میسازم امرایتان اینجا بر شما نشته کرده. خب دوستا، امروز درسی که خواندیم درباره ریستارت بود که روش و طریقه استفاده ریستارت بود که به چه خاطر استفاده میشه و از کدام آپشن ها و کامند ها استفاده کرده میتونیم که از طریق منولی بود، از طریق شارتکت بود، از طریق رن بود و دیگه آپشن هایبرنت و سلیپ بود. سلیپ است و هایبرنت است. طریق استفاده سلیپ به خاطر چی به کار میاد و هایبرنت و چه وقت استفاده میشه و چه وقت ها میتونیم از این استفاده کنیم. امروز آموزش دادیم بر شما. اگر سوال پیشنهاد و یا انتقاد دارین لطفاً به صفحه فیسبوک ما رفته مسیج کنین و یا به نمبر تلگرام ما کامنت ها و نظریات خود را پیشنهادات خود با ما روان کنین. دوستای 3 روز مکمل درسایی بود بسیار مقدماتی و بیسیک و انشالله سر از فردا درسای اساسی ما با نوت و با تمام پروگرام ها شروع میشه. با ما باشید. روز خوش و کامیاب و موفق باشید. خدا نگهدار.